به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در مورد امام رضا شروع میکنیم. اسم این کتاب هست معجزات امام رضا علیه السلام که حبیب الله اکبرپور در سال 1382 توسط نشر الف در مشهد چاپ کرده. این کتاب شامل 100 عنوان هستش که من تا هر جایی که زمان اجازه بده برای شما میخونم. ابتدا میریم خلاصه ای از زندگی امام هشتم رو برای شما بخونم. در پشت جلد کتاب شعری هستش که اونو میخونم و کتاب رو شروع میکنم. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن گر که تو را دسترس است. گفتم که الف گفت دگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خلاصه ای از زندگی امام هشتم علیه السلام. نام علی، نام پدر امام موسی کاظم علیه السلام، شهرت رضا، کنیه ابوالحسن، محل تولد مدینه، زمان تولد 11 ذیقعده 148 هجری، تعداد زنان 2 زن، ام حبیبه دختر مأمون و زنی دیگر، تعداد فرزندان 1 فرزند امام جواد و به قولی 5 پسر و 1 دختر. زمان شهادت آخر صفر سال 203 هجری قمری در سن 55 سالگی به وسیله مأمون عباسی مسموم شد. محل شهادت سناباد نوقان در مشهد کنونی. زیارتگاه امام مشهد مقدس. سیر حیات 35 سال پیش از امامت، 17 سال در مدینه بعد از امامت، 3 سال ولیعهدی مأمون در خراسان که حساس ترین دوران حیات امام می باشد. اما معجزات امام رضا رو با عنوان تبدیل خاک به طلا توسط معجزه حضرت شروع می کنند. حضرت امام رضا علیه السلام به ابو هاشم فرمود عقل عطیه الهی است و ادب تربیت نتیجه مشقت. آن کس که در راه فرا گرفتن ادب به مشقت و زحمت تن در دهد پیروز می شود و سرانجام مؤدب می گردد و آن کس که در راه ازدیاد عقل خداداد که جزء سرشت آدمی است سعی و مجاهده نماید جز بر نادانی خود نیفزوده است. ابو جعفر ابن محمد ابن عبدالرحمن روایت می کند که وقتی من قرض بسیاری داشتم و بسیار محتاج بودم و مرا از این محنت و رنج راه خلاصی نبود، با خود گفتم این درد را بجز التفات مولایم علی ابن موسی رضا علیه السلام علاجی نیست. همان بهتر که حال خود را به ایشان عرضه کنم و دوای درد خود را از او جویم. پس به خدمت آن حضرت رفتم. چون نظرش بر من افتاد پیش از آنکه حال خود را برایش بازگو کنم فرمود یا ابا جعفر، به درستی که حق سبحانه و تعالی حاجت تو را برآورد و دین تو را ادا کرد. تنگدل و محزون مباش. آن روز نزد آن حضرت اقامت نمودم و فرمود اگر میل به غذا داری برایت حاضر کنم. گفتم یا ابن رسول الله علیه السلام، روزه هستم و آرزوی من آن است که با حضرت شما افطار کنم. پس با آن حضرت نماز مغرب به جای آوردم. بعد از آن حضرت در میان سرای خود نشست تا طعام آوردند و من با ایشان افطار کردم و چون از طعام خوردن فارغ شدیم حضرت فرمود یا ابا جعفر، امشب نزد ما میمانی یا همکنون حاجت تو را روا کنم تا بروی؟ گفتم یا ابن رسول الله، میخواهم بروم. پس آن حضرت دست مبارک به طرف زمین برد و یک قبض خاک برداشت و فرمود آستین خود بگشای. من آستین خود باز کردم. حضرت آن خاک را در آستین من ریخت. چون نگاه کردم همه به دینارهای طلای خالص تبدیل شده بود. پس آن حضرت را دعا کردم و به منزل خود مراجعت نمودم و زیر نور چراغ نشستم تا دینارها را بشمارم و در میان آن دیناری دیدم که بر آن نوشته بود که این 500 دینار است. نصف جهت ادای دین توست و نصف دیگر برای نفقه و مایحتاج اهل بیت تو.
چون این علامت را دیدم و دینارها را شمردم 500 دینار بود، بی کم و زیاد، و همه آن مبلغ را در زیر سر خود نهادم و آن شب را با فراغ بال و رفاهیت احوال خوابیدم و چون صبح شد نزدیک به 10 بار آن دینار را در میان آن دینارها طلب کردم و آخر نیافتم. اما معجزه دیگه سیر شدن 300 نفر با 3 قرص نان و 1 کوزه عسل. حضرت امام رضا علیه السلام به عبدالرحمن ابن حجاج فرمود: از نقطه‌های مرتفعی که راه بالا رفتن آن آسان و مسیر برگشت آن سخت و ناهموار است پرهیز کن. روایت شده است که وقتی مأمون سرور اولیا علی ابن موسی رضا را از مدینه به خراسان طلبید، در آن سفر 300 نفر از اقربا و اصحاب آن حضرت در ملازمت ایشان راهی خراسان شدند. در اثنای راه به منزلی رسیدند و در آن کوه منزلی دیدند که در آن غاری بود و زاهدی در آن به عبادت حضرت ذوالجلال مشغول بود. چون زاهد خبر آمدن آن حضرت را شنید، به خدمت آن حضرت آمد و زبان به مدح و ثنای آن قبله عالم گشود و گفت: ای امام معصوم، چندین سال است که آرزوی خدمت شما را دارم و تخم محبت شما در مزرعه دل می کارم و پیوسته به ذکر محامد آبا و اجداد شما مشغولم و از مکارم اخلاق توقع دارم که قدم شریف رنجه داشته ساعتی مسکن این حقیر را به نور قدم خود منور سازید. حضرت دعوت او را قبول نمود و به اتفاق اصحاب همراه آن درویش روان شدند تا به در غار رسیدند. حضرت با آن 300 نفر بسم الله الرحمن الرحیم گفتند و به غار وارد شدند و نشستند و همه آن جماعت در غار زاهد جای گرفتند، با وجود آنکه آن غار بیشتر از 4 نفر جای نداشت و درویش چون آن جماعت را در غار نشسته دید تعجب نموده به پای آن حضرت افتاد و بوسه بر پای مبارک آن حضرت میداد و از جهت نداشتن مایحتاج جهت پذیرایی بسیار شرمنده بود. حضرت از نور باطن دانست که خجالت درویش برای چیست. فرمود: ای درویش، هر چه داری حاضر کن که فلبیت ما کانو و ضعیف من کانه، یعنی در خانه هر چه باشد و مهمان هر که باشد. زاهد رفت و 3 قرص نان و کوزه عسل را آورد و در پیش آن حضرت گذاشت و عذرخواهی نمود. حضرت ردای مبارک را بر آن انداخت و لب جنبانید و بعد از آن دست به زیر ردا برد و تکه‌ای از نان و عسل بیرون آورد و به درویش داد که پیش اصحاب بگذارد و درویش آن خدمت به انجام رسانید تا آنکه نان و عسل به همه 300 نفر به اندازه رسید. بعد از آن درویش نگاه کرد، دید که کوزه عسل و 3 قرص نان همچنان باقی است و هیچ از آن کم نشده است. خود را پیش آن حضرت به خاک انداخت و صورت به پای مبارک آن حضرت می‌مالید و می‌گفت: لعنت بر کسی باد که در امامت تو شک داشته باشد. بعدین اطاعت حیوانات از حضرت رضا علیه السلام هستش. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: نزدیکترین زمان بنده به خدای عزوجل زمانی است که در حال سجود است و این سخن خدای تبارک و تعالی است، آنجا که می‌فرماید سجده کن و به خدا نزدیک شو. عبدالله ابن سمره روایت می‌کند که روزی حضرت امام رضا علیه السلام به جانب صحرا روانه شد و ما نیز به دنبال آن حضرت رو به صحرا نهادیم و سخنان بی‌ادبانه نسبت به آن حضرت می‌گفتیم. در اثنای این حال چند آهو را دیدیم که در صحرا می‌چرخیدند. دیدم که آن حضرت یه بر آهو اشاره کرد و او را به سوی خود خواند. بر آهو دوان دوان به طرف آن حضرت آمد و حضرت دست مبارک بر سر آن آهو مالید و به غلام خود سپرد. بر آهو به علت جدا شدن از چراگاه و پدر مادر خود اضطرابی داشت. پس آن حضرت او را نزد خود طلبید و دست بر سر او کشید و چیزی فرمود که نفهمیدیم. بر آهو ساکت شد و دیگر مضطرب نبود. بعد از آن حضرت به من نگاه کرد و فرمود: ای عبدالله، دانستی که ما اهل بیت رسالتیم و وحوش و طیور همگی امر ما را اطاعت می کنند؟
گفتم بلی ای آقا و مولای من، تو حجت خدایی بر خلق خدا و من توبه کردم از آنچه گفتم و می کردم. پس آن حضرت جهت آزاد کردن بر آهو اشاره فرمود. غلام آن آهو را آزاد کرد. آهو طرف صحرا می‌دوید و قطرات اشک از گوشه های چشمش بر زمین می‌چکید. باز آن حضرت از روی شفقت دست روی آن آهو کشید و آهو به جانب صحرا روانه شد. حضرت فرمود ای عبدالله، می‌دانی این آهو چه می‌گفت؟ گفتم خدا و رسول داناترند. فرمود این آهو می‌گفت مرا طلبیدی، به امید آن آمدم که شاید چیزی از گوشت من غذای تو شود، پس ناامید مرا رها کردی و من از او دلجویی کردم تا به چراگاه خود رفت. نام عنوان بعدی هستش گنجشکی که از حضرت کمک می‌خواست. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود نماز نزدیک کننده هر پرهیزکاری به خداوند است. سلیمان بن جعفر روایت می‌کند که وقتی با حضرت امام رضا علیه السلام به جانب باغستان آن حضرت بیرون رفتم و با آن حضرت سخن می‌گفتم که ناگاه اسوفری پیش آمد یا به زبان دیگه گنجشک و فریاد می‌زد و بسیار بیقرار بود. حضرت فرمود ای سلیمان، می‌دانی این مرغ چه می‌گوید؟ گفتم خدا و رسول و اولاد او به اسرار اعلمند. فرمود می‌گوید که مار عظیمی قصد دارد که فرزندان مرا بخورد و من مرغی ضعیف و عاجزم و نمی‌توانم او را دفع کنم. ای سلیمان، برخیز و آن چوب را بردار و با این گنجشک برو و فرزندان او را از شر آن مار خلاص کن. پس به دنبال آن پرنده رفتم و نزدیک لانه‌اش ماری سیاه و بزرگ دیدم که قصد داشت بچه‌های آن گنجشک را بخورد. چوب را محکم بر آن مار زدم که به یک ضربه هلاک شد و اولاد گنجشک از آن بلا نجات یافتند. اما نام عنوان بعدی پاسخ حضرت به سوالی که پرسیده نشد. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود تمام مردم روی کره زمین مشمول رحمت و فیض الهی هستند مادامی که به این سه اصل اساسی عمل کنند: بشر دوست باشند، در امانت‌ها خیانت نکنند، عملاً پیرو حق و عدالت باشند. حسن ابن علی ابن یحیی روایت می‌کند که 2 جامه داشتم و می‌خواستم که در وقت احرام بپوشم. در حال احرام وسواسی به خاطرم رسید که آیا جامه این چنین را در احرام می‌توان پوشید یا نه. آن را گذاشته جامه دیگر را پوشیدم و چون به مکه رسیدم نامه‌ای با چند چیز دیگر به خدمت آن حضرت فرستادم و فراموش کردم که از آن جامه سوال کنم. چون حضرت جواب نوشته بود در آخر نامه ذکر کرده بود که با آن جامه احرام بستن جایز است، پس پوشیدن آن باطل نیست. نام عنوان بعدی تجویز دارو در خواب هستش. مردی به ابوالحسن علیه السلام از فرزند خود شکایت کرد. حضرت فرمود فرزندت را نزن برای ادب کردنش، از او قهر کن ولی مواظب باش قهرت طول نکشد و هرچه زودتر آشتی کنی. تجویز دارو در خواب. روایت شده که یکی از شیعیان را دزدان در راه گرفته بودند به گمان آنکه مالی دارد. او را در میان برف گذاشته و دهانش را پر از برف کرده بودند تا اقرار کند و آن بیچاره از حرف زدن عاجز شده بود. شبی در خواب حضرت امام رضا علیه السلام را دید که به او میگوید زیره و سقز و نمک را بکوب و مکرر در دهان نگه دار تا این کوفت برطرف شود. آن شخص در فکر بود که آیا این اجزا دوای درد او هست یا نه و خوابش صحیح هست یا خیر، که خبر رسیدن آن حضرت به نیشابور را شنید. راهی دیدن آن حضرت شد و برای حضرت احوال خود را عرض نمود و التماس دعا داشت. حضرت به او فرمودند دوایی به تو تعلیم نمودم، چرا به آن عمل نکردی؟ گفت ابن رسول الله، التماس دارم که یک بار دیگر از شما بشنوم. فرمود زیره، سقز و نمک را بکوب و 2-3 بار در دهان نگه دار تا صحت یابی. آن مرد نقل کرد که من به فرموده آن حضرت عمل کردم و شفا یافتم. نام عنوان بعدی هستش اطلاع حضرت از زمان مرگ دیگران. این جمله هایی که اولش میخونم ابتدای هر داستان نوشته.
حضرت امام رضا علیه السلام فرمود شراب باعث عوارض قلبی است و در آن ضایعاتی به وجود می آورد. شراب دندانها را سیاه و دهان را متعفن و بدبو می کند. محمد ابن داوود روایت می کند که من و برادرم در خدمت امام رضا علیه السلام بودیم که خبر آوردند عمویش محمد ابن جعفر در حال جان دادن است و چانه او را بستند و دست از او شستند. پس در خدمت آن حضرت به دیدن او رفتیم و دیدیم که برادرش اسحاق و فرزندان محمد در بالین او نشسته و گریه می کنند. آن حضرت لحظه‌ای نشست و تبسمی کرد و چون وقت نماز بود برخاست. یاران گفتند سرزنش کرد و برای مردن عمویش خوشحال شد. من به خدمتش آمدم و گفتم فدایت شوم، تبسم شما را هم به سرزنش کردند. فرمود غلط فهمیدند. تبسم من از آن سبب است که اسحاق برای او گریه می‌کرد، حالان که اسحاق پیش از او خواهد مرد و او برای اسحاق گریه خواهد کرد. بعد از ساعتی محمد عرق کرد و خوب شد و مدتها زنده بود و اسحاق مدتها قبل از او مرد، چنانچه آن حضرت فرموده بود. نام عنوان بعدی هست آموزش زبان به وسیله معجزه آن حضرت. حضرت امام رضا علیه السلام در نامه‌ای که به سوالات محمد بن سنان جواب داده نوشته است خداوند تعرب بعد از هجرت را حرام کرده، زیرا حقیقت این عمل برگشت از دین خدا و ترک یاری و تقویت پیامبران الهی است و علاوه این کار مفاسدی در بر دارد و حقوق صاحبان حق را باطل خواهد ساخت. اسماعیل ابن سندی روایت می کند که من از جمعی شنیدم که در عرب راهنمایی هست که او حجت خداست بر خلق خدا. جستجو کنان رفتم تا به مدینه رسیدم. مرا به خدمت آن حضرت راهنمایی کردند. در آن وقت از عربی کلمه‌ای نمی‌دانستم. هنگامی که به زبان سندی تکلم نمودم و از حضرت به زبان سندی سوال کردم، جوابها شنیدم و گفتم حجت خدا بالفعل در عربستان تشریف دارند و من به طلب و جستجوی این امر طی منازل کردم و به اینجا آمدم. حضرت فرمود میدانم آنچه به من رسیده است، ولی آن حجت خدا منم. هرچه میخواهی بخواه و هرچه میطلبی طلب کن. پس هرچه میخواستم پرسیدم و از آن جمله عرض نمودم از زبان عربی چیزی نمیدانم. اگر دعا میکردید که به آن ملهم شوم عنایتی بود. پس دست به زبان من مالید، فی‌الفور به زبان عربی متکلم شدم که از همه کس بهتر میگفتم. نام عنوان بعدی سخن گفتن حضرت با کوه هستش. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود ما اهل بیتی هستیم که وعده خود را به منزله دین و بدهی می‌دانیم، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده را دین و بدهی می‌دانست. سخن گفتن حضرت با کوه. علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می‌کند که او گفت از آن جمعی که در راه مکه و در خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودند شنیدم که ایشان می‌گفتند که وقتی در ملازمت آن حضرت به حج می‌رفتیم به کوهی رسیدیم که فارق نام داشت و در طرف راست آن حضرت واقع بود. حضرت فرمود یا فارق حاد بک به قطع ارباع، یعنی ای کوه کننده تو پاره پاره خواهد شد. و ما نفهمیدیم که منظور آن حضرت از این سخن چه بود تا وقتی که هارون به مکه میرفت در آن منزل ساخت. یحیی بر مکی بالای آن کوه رفت و دستور داد تا آن را کندند و چون به عراق رسید به دستور هارون و رشید پاره پاره اش کردند و در آن وقت معنی کلام حضرت بر ما ظاهر گردید. نام عنوان بعدی هستش قطره‌های آبی که از دست حضرت میچکید جواهر میشد. حضرت امام رضا علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود مبادا لب به خنده بگشایی با اینکه با عملهای رسوا کننده هماغوشی و از بلای شبگیر آسوده خیال نباش با اینکه در ارتکاب گناهان غوطه‌وری.
علی بن محمد قاسانی روایت می کند که شخصی از اصحاب ما به ما خبر داد که وقتی من مالی بزرگ به خدمت ابوالحسن علیه السلام بردم و اصلا او را برای آن مال خوشحال ندیدم، ناراحت شدم و با خود گفتم چون این مالی به خدمت حضرت آوردم و او به آن خوشحال نگردید. پس آن حضرت به غلام خود فرمود تشت و آب بیاور. حضرت بر صندلی نشسته بود و به غلام اشاره فرمود که آب بر دستم بریز. من دیدم که هر قطره آبی که از دست آن حضرت بر تشت می‌ریخت همه لعل و جواهر می‌گردید. پس حضرت به من نگاه کرد و فرمود کسی که چنین باشد از آنچه تو آورده‌ای شاد و خرم گردد. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود نام عنوان بعدی خوابی که تعبیر شد. خدای تعالی به یکی از پیامبرانش وحی فرمود که هرگاه من اطاعت کرده شوم راضی شوم و چون راضی شوم برکت دهم و برای برکت هم پایانی نیست و هرگاه نافرمانی شوم غضبناک شوم لعنت کنم و لعنتم تا 7 پشت را فرا میگیرد. محمد ابن عیسی از ابی حبیب روایت می کند که او گفت در شهر ما مسجدی است که حاجیان آنجا نزول می کنند. شبی در خواب دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آن مسجد نزول نموده. پیش رفتم و سلام کردم. دیدم که نزد آن حضرت طبقی است و روی آن را به شالی پوشیده‌اند و در آن طبق خرما بود. حضرت رسالت دست دراز کرده مشتی از آن به من داد. چون شمردم 16 عدد بود و بنا به روایت کتاب راحت الارواح 18 عدد بود. من بعد از تأمل فهمیدم که این اشاره است به این که به عدد هر خرمایی سالی از عمر من باشد. چون 20 روز بر آن واقع گذشت شنیدم که حضرت علی بن موسی رضا را مأمون از مدینه طلب نموده و در همان مسجد نزول فرمودند و مردم به شرف خدمتش میرسند. من هم همان ساعت در همان مکان به خدمت آن حضرت رسیدم که رسول الله را در آن موضع دیده بودم. به همان طریق که آن حضرت نشسته بود امام رضا علیه السلام نیز نشسته بود و به همان طریق طبقی از خرما سرپوشیده پیش او حاضر بود. چون سلام کردم جواب شنیدم. دست مبارک را در آن طبق کرد و مشتی خرما بیرون آورد و به من داد. چون شمردم 16 عدد بود و به روایت مذکور 18 عدد بود. گفتم یبن رسول الله دیگر از این خرما به من نمی دهی؟ فرمود اگر جدم رسول الله از این بیشتر داده بود من هم می دادم. من بعد از شنیدن این سخنان به پایش افتادم و تعبیر خواب خود را دانستم. اما عنوانهای زیادی هستش که خیلی جالبه. عنوان بعدی هست خبر امامت حضرت جواد علیه السلام قبل از ولادت. در حدیثی از ابن ابی کثیر روایت شده است که گفت چون موسی بن جعفر علیه السلام درگذشت مردم در امامت او متوقف شدند. در این سال من به حج رفتم. ناگهان با امام رضا علیه السلام مواجه شدم. در قلبم چیزی را نهان داشتم. با خود گفتم ابشرا منا واحدا نتبعه. ناگهان وی همچون جرقه‌ای بر من گذر کرد و فرمود به خدا من همان بشری هستم که پیروی از من بر تو واجب است. گفتم از خدا و تو پوزش می‌طلبم. فرمود این خطا برای تو آمرزیده شد. محمد ابن ابی نصر برتتی روایت می‌کند که نجاشی از من پرسید که بعد از امام تو چه کسی امام است؟ من چون از حضرت رضا علیه السلام چیزی در این باب نشنیده بودم جواب ندادم و گفتم تا از ایشان نپرسم چیزی نمیگویم. پس به خدمت آن حضرت آمدم و سؤال نجاشی را عرض کردم. فرمود امام بعد از من پسر من است و بعد از آن فرمود هرگز کسی جرأت می کند که بگوید پسر من وصی من است در حالی که پسری ندارد. و امام محمد تقی علیه السلام هنوز متولد نشده بود و بعد از مدتی متولد شد. نام عنوان بعدی هستش اطلاع حضرت از طلب دعای مردم از خداوند.
از تواضع حضرت امام رضا علیه السلام این بود که روزی به حمام وارد شد. مردی به او گفت مرا مشتمال بده. امام علیه السلام پذیرفت. حاضران به مرد فهماندند که این شخص امام است. در این هنگام مرد زبان به پوزش گشود، اما حضرت علیه السلام دل او را آرام کرد و همچنان به مشتمال دادن او مشغول شد. عبدالله ابن مغیره روایت می کند که من اول واقفی مذهب بودم که چون به زیارت کعبه مشرف شدم تزلزلی در خاطرم راه یافت. روزی به خدا نالیدم و گفتم خدایا به من راستی را نشان بده. در این اثنا به خاطرم رسید که به مدینه بروم و بعد از زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن موسی رضا علیه السلام را زیارت کنم. پس به مدینه رفتم و به غلامی که دم در بود گفتم به صاحب خود بگو که مردی از عراق آمده و سلام میرساند. شنیدم که آن حضرت گفت ای عبدالله ابن مغیره داخل شو. من داخل شدم. چون نظرش بر من افتاد فرمود که حق تعالی دعای تو را اجابت کرد و راه راست را به تو نشان داد. پس من به آن حضرت گفتم تو حجت خدایی بر خلق خدا و امینی از جانب واجب الوجود. نام عنوان بعدی هست امامت حضرت جواد علیه السلام در کودکی. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود هنگامی که ازدواج میکنی سعی کن که مقدار مهریه از مهرالسنت یعنی 500 درهم بیشتر نگردد که رسول خدا با این مقدار مهریه با همسران خود ازدواج کرد. احمد ابن ابی محمود روایت می کند که در خدمت امام رضا علیه السلام ایستاده بودم که جمعی از شیعیان آن حضرت سوال نمودند که اگر نعوذ بالله برای شما حادثه ای روی دهد بازگشت شیعیان تو به چه کسی خواهد بود؟ حضرت فرمود بازگشت ایشان به پسر من محمد. در خاطر یکی از حضار گذشت که امام محمد تقی علیه السلام صغیرالسن است. حضرت رو به او کرد و فرمود به درستی که حق تعالی به عیسی ابن مریم پیغمبری داد در سن کمتر از ابی جعفر و او صاحب شریعت بود، پس پسرم محمد جانشین من است. نام عنوان بعدی هست قدرت خداوند در حفاظت از مخلوقات. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود کسی که در زندگی همنشین نادان دارد همواره در زحمت و نادانی است. احمد ابن عمر حلال روایت می کند که روزی در مسجد در خدمت حضرت امام رضا علیه السلام نشسته بودم. به آن حضرت عرض کردم که یبن رسول الله فدای تو شوم، برای تو می ترسم از شدید الناس یعنی هارون الرشید. فرمود خاطر خود را جمع دار که از او به من هیچ آسیبی نخواهد رسید. به درستی که حق تعالی را سرزمینی است که طلا در آن مکان مانند گیاه می روید و حق تعالی آن مکان را با ضعیفترین مخلوقات که موشه است مصون و محفوظ داشته که اگر فیل اراده کند به میان ایشان رود او را عاجز سازند و به قتل رسانند. نام عنوان بعدی شنیدن صدای جن و تب یک ساله. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود خدا به 3 چیز امر فرموده که به آن 3 چیز دیگر مقرون است. امر فرموده به نماز و زکات و هر کس نماز بخواند و زکات ندهد نمازش قبول نیست. خدا امر فرموده به شکر از خودش و سپاس پدر و مادر و هر کس شکر پدر و مادر نگوید شکر خدا نگفته است. امر فرموده که از او شرم کنند و بترسند و صله رحم کنند و هر کس نکند از حق نترسیده است. و از حکیمه دختر موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که گفت حضرت رضا علیه السلام را دیدم که بر در اتاق هیزم ایستاده و آهسته گفتگو می کند ولی کسی پیدا نیست. گفتم سرور من با چه کسی صحبت می کنی؟ فرمود این عامر زهرایی است. مسئله و شکایت آورده است. گفتم من هم می خواهم سخن او را بشنوم. فرمود تو اگر بشنوی 1 سال تب می کنی. گفتم با این وصف من دوست دارم بشنوم. فرمود بشنو. گوش دادم و صدای شبیه به سوت شنیدم و تا 1 سال به تب مبتلا بودم. از قرائن معلوم می شود که عامر زهرایی از جنیان بوده است. اما نام عنوان بعدی هستش لقب من در کودکی.
حضرت امام رضا علیه السلام فرمود بیهوده گویی و بی بهره ماندن از امکانات مصیبتی برای صاحبان قدرت است. لقب من در کودکی و از یحیی بن سیار نقل شده که گفت بعد از وفات حضرت کاظم علیه السلام خدمت حضرت رضا علیه السلام رفته و راجع به بعضی از مسائل از ایشان سوال می کردم. حضرت فرمود آری ای سما. گفتم قربانت شوم. به خدا این در کودکی و زمانی که به مکتب می رفتم لقب من بود. حضرت به روی من تبسم نمود. نام عنوان بعدی هستش من در غربت می میرم. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود هر کس از خدا توفیق بخواهد و خود نکوشد و هیچ سعی نکند خود را مسخره کرده است. از مخول سجستانی نقل شده که گفت هنگامی که مأمور برای بردن حضرت رضا علیه السلام به خراسان آمد من در مدینه بودم و حضرت را دیدم که برای وداع با پیامبر وارد مسجد شد و چند مرتبه وداع کرد و باز برمیگشت و با صدای بلند گریه میکرد و مینالید. نزدیک رفته سلام کردم. پاسخ داد به ایشان به خاطر سفر تبریک گفتم. فرمود مرا به حال خود بگذار. من از جوار جدم پیامبر میروم و در غربت میمیرم و پهلوی قبر هارون دفن میشوم. من به دنبال حضرت رفتم تا اینکه در طوس از دنیا رفت و پهلوی هارون مدفون شد. نام عنوان بعدی آسایش خود را مختل نکن. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود جدم فرمود اخلاق بد باعث وحشت و بیمهری نزدیکان و تنفر دیگران است. و از صفوان ابن یحیی نقل شده که گفت خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم. حسین ابن خالد وارد شده و عرض کرد قربانت شوم من میخواهم به ایواز بروم. ایواز گویند اسم مکانی از جزایر راه دریاست ولی به درستی مشخص نیست. حضرت فرمود هر جا عافیت را یافتی دست از آن برندار. کنایه از اینکه آسایش خود را مختل نکن. ولی او به این حرف قانع نشد رفت. در راه دزدان راه او را بستند و تمام اموالش را گرفتند. و آخرین موردی هم که برای شما میخونم عنوانش هست محافظین حضرت رضا علیه السلام. حضرت امام رضا فرمود خوشا به حال بنده‌ای که هرچه به مردم داده شده دلش محزون نشود. صاحب کتاب مناقب فاطمه از عمارة ابن زید در حدیثی نقل می کند که گفت بر شانه راست حضرت رضا علیه السلام شیری و بر شانه چپش اژدهایی دیدم که بر اطرافیان حمله می کردند. مأمون گفت مرا بر محبت این ملامت می کنید. سپس دیدم که از دیواری خرمایی بیرون آورد و به اطرافیان داد. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه. از معجزات حضرت رضا قطعاً خیلی زیاد هستش که خیلی خبر ندارن و از کرامات حضرت رضا هرچی بگیم باز هم کم گفتیم. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه و تهیه‌اش کنید و مطالعه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.